پروسه پروداکت مارکت فیت یک پروسه هست که صرفا برای یک نقطه تعریف نمیشه، واقعا یک فرایندیه. یعنی همونطور که همیشه میگن که شما باید مسائل رو بشناسید، ترندها رو بشناسید، واقعا در مورد پروداکت مارکت فیت هم همینه. یعنی شما این نیست بگی خب من امروز رسیدم در این تاریخ مثلا زمستان 1403 دیگه من پروداکت مارکت فیت شدم و کارم با این حوزه تمام شد. شما حتی اگر بعد از اینکه پروداکت مارکت فیت به اتمام رسید، مثلا یه بازه زمانی یه هدفی رو تونستی ست بکنی و وارد اسکیل شدی، باز هم باید حواست به این قضیه باشه، چون همیشه این بازار یک بازاری است که رقابتی است، رقبا دارن میان، داینامیک کاملا، و خب ممکنه یه سرویس هایی بیاد که شما اصلا خبر نداری ولی خیلی ریز داری یه قسمت از بازار رو از دست بدی و مهم اینه که تا به خودت بیای و ببینی کل بازار از دست رفته. و برای همین شما همیشه باید ببینی پروداکتت نسبت به رقبایی که نوظهورن واقعا کجا قرار گرفته و این یک پروسه همیشگی هست. یه نکته دیگه هم که در مورد بحث پروداکت مارکت فیت وجود داره اینه که ما اون کشف اولیه‌مون از محصول رو از دست ندیم. واقعا ما میگیم خب نیاز مارکت رو شناختیم، پین پوینت ها رو شناختیم، سولوشن ها اومد و یک پروداکتی ایجاد شد و اومد توی بازار. اینجا نباید همچنان اون ارتباط ما با مشتری، ارتباط ما با اون نیازهایی که داشت واقعا قطع بشه. شاید بعد از 2 سال 3 سال که ما این پروداکت رو دادیم بیرون، اصلا نیازها عوض شد، مارکت عوض شد، شرایط عوض شد، یه مدل دیگه شد و خب ما حالا اصطلاحی که توی این دوره همی به قول معروف ابراز شد این بود که محصول شما نباید یک محصول زامبی بشه و اینکه نه رشدی بکنی نه کاهشی داشته باشی، واقعا این به درد نمیخوره و شما باید همچنان واقعا اشراف داشته باشید به نیازهای روز و ترندهایی که داره در طول روز اتفاق میفته. خب الان یکی از این ترندها AI هست و خب الان یکی از استرس هایی که واقعا وجود داره اینه که بیزینس ها میگن این موجه داره میاد، ما چجوری روی این سوار شیم که بتونیم همچنان برنده بازار بمونیم و سهم بیشتری از بازار داشته باشیم. و من فکر می‌کنم که توجه به این نیازهای روز و ترندها همیشه باید تو اون بحث پروداکت مارکت فیت وجود داشته باشه.